Message du colonel Dr Harilipour, février 2010. ایرانیان والاتبار، در این روزگاران حساس سرنوشت ساز تاریخ ما، توان وحشتناک رژیم وابستگرای مذهبی رو به فتور نهاده و دست انتقام طبیعت تومار رژیم انکیزیسیونی را در هم میپیچد. ما باید بیدار و آگاه باشیم. اصلاح طلبی رویه مجازی اسلام ناب محمدی است. همان گونه که تلخترین دارو را در کپسولی نهاده و خورد بیمار میدهند، زهر قانون اساسی رژیم مذهبی را در کپسولی به نام اصلاح طلبی کرده به باور مردم میدهند. این خودی ها که دم از اصلاح طلبی میزنند، علاوه بر کلی بافی و بی بندوباری حرفی برای گفتن ندارند. تنها باور آنان بر این است که قانون اساسی رژیم مذهبی اجرا شود. آن روز که بعد از انتخابات وحدتی شورشگرانه برپا گردید و میرفت تا به نتیجه دلخواه ملت برسد، متاسفانه عوامل خارجی و دستهای پنهانی جهانی به میدان آمد و لیدر مصنوعی از خودیها را برای مردم برگزیدند. صفت خودجوشی و مردمی به سبزهای معاویه‌ای و علوی و موسوی خواه دادن توهین به شعور ملی ایرانیان است. خواست شورای براندازی و مردم سرنگونی رژیم مذهبی است. یک چرخش تاریخی در سرنوشت ملت آغاز شده و جامعه به طرف نهادینه شدن مردم سالاری و سوسیال دموکراسی گام برمی‌دارد. آمدن احمدی نژاد که مردم هم او را نمی شناختند آمالی برای آنان نبود، بلکه ملت میخواست عمامه‌دارانی که قبلا آمده و آزموده بودند به دور بریزد. اکنون سرخوردگان و خستگان به سطوح آمده علیه دستگاه خونریز و فاسد سر بلند کردند. در برابر خشونت و کشتار پاسدار و بسیجی فریاد مرگ بر دیکتاتور را به گوش جهانیان میرسانند. رژیم پاسخ مادران تازه فرزند کشته را در برابر زندان اوین با خشونت بسیجی پاسخگوست. در تاریخ دیده ایم پیوسته حماسه به آغوش مرگ شتافتن در راه آرمان مقدس عظمت ایران زمین روان عمومی مردم را شکل می دهد. آن روز که همه کشورهای غربی به پشتیبانی عراق آمده و وادارش کردند به ایران حمله کند، با پل هوایی، دریایی، زمینی، اسلحه و پول به سوئد سرازیر کردند و ایران را در تحریم همه جانبه قرار دادند. یعنی بیشرمانه ترین سیاست را اعمال نمودند. معالوصف در حالی که کشتار و تیرباران کردن جوانان توسط آخوندها ادامه داشت، مردم با چنگ و دندان در برابر عراق و همه جهان ایستادند و از کشور دفاع نمودند. امروز که رسانه‌های جهانی را در اختیار دارند، باز خواب آشفته‌ای برای ما دیدند. باید آگاه باشیم که شاید تاریخ مصرف احمدی نژاد برای آنان تمام شده
ولی تاریخ مصرف رژیم واپسگرای مذهبی تمام نشده و لذا از داخل رژیم برای ما آدمسازی می کنند. توسعه نیافتگی جوامع غیر خودی ها سرلوحه استراتژیک آنان بوده و ایران هم نباید کشوری مستقل، پیشرفته و آزاد باشد. من به نام یک ایرانی همینقدر بس بود این افتخارم که یک ایرانی والاتبارم و میدانم که در این طرز فکر تنها نیستم. لذا با این صحنه سازی ها و انتخاب رنگ سبز علوی برای جنبش مردم به هیچ وجه هماهنگی ندارم. این مردمی که در خیابان ها فریاد میزنند چه میخواهند؟ اینان همان را میخواهند که در سال 1357 ندا میدادند، یعنی نابودی حکومت خودکامه یک نفره و برقراری آزادی و دموکراسی. امروز هم براندازی سلطنت ولایت مطلقه فقیه را میخواهند تا پرچم سبز معاویه‌ای را که برایشان علم کرده اند با خون سردمداران رژیم رنگین کرده رنگ سفید صلح و آزادی را جایگزینش نمایند. منتها دخالت مستقیم حکومت‌های خارجی که آشکارا درباره تغییر رژیم ایران شب و روز بر طبل تبلیغات میکوبند، بهانه به دست حاکمین تهران داده که دخالت در امر داخلی کشور را برخلاف قوانین سازمان ملل متحد توسط خارجی ها عنوان نموده تا همبستگی ملی را بر علیه به اصطلاح دشمن خارجی بسیج نمایند. 22 بهمن نشان داد امید واهی که کوچیدگان با اتکا به تبلیغات رسانه‌های خارج برای سرنگونی رژیم بسته بودند با سرکوب و شدت عمل نیروهای مسلح رنگ باخت. مردم داخل کشور خود می‌دانند برای براندازی رژیم ولایت فقیه چه باید کرد. تصمیم گیرندگان جهانی توجه نمایند. با دسترسی ملت‌ها به تکنولوژی پیشرفته مردم به آگاهی‌های چنگ می‌زنند. روش قرن گذشته کشورهای خارج امروز کارساز نمی باشد و ملت ایران راه خود را برای رسیدن به آزادی و دموکراسی با پرداخت هر هزینه‌ای خواهد پیمود و رژیم در یک چالش پایان ناپذیر گرفتار شده. پاینده ایران.